باید میگذارند. السلام علیکم. و علیکم السلام. چی خبرهای نو؟ تیاری دیدی؟ آیدی کدام موضوع؟ این را بینید. این کاری تو خوب نیست. با تو آیدی چی صحبت کرده؟ مصلحتمان چی بود؟ و چی راضی شده؟ گوش کن آشنا، آیا من با این احوال امکانی به شما پول دادن دارم؟ نداری؟ ندارم. نداری. در فکر من هم از تو چیزی رویانده نمی شود. اکنون از پس کار شوی. از پس کار بگذار همین طور شود. خانم مجیده سلامت باشند. در همه جا آدم داشتند. پسرم غمگین نشو. باز یگان کار دیگر پیدا میکنی. من فکر دارم که به کارگاهی در عدن نبوده زنگ زنیم. دیر با زنگ نزدیم، نپرسیدیم دخترها به چی کار مشغولند. شاید آنها هم خواطر باشند. تو هیچ صحبت کردی؟ چی خبرها است؟ که دخترانی در عدن نبوده؟ بله. با چی کار مشغولند؟ آن دختران اکنون نیستند. چه خیلی نیستند؟ نیستند؟ تو چه ها میگویی؟ اگر دخترها نباشند در کارگاه کی هست؟ هیچ کس نیست. چون که کارگاه نیست. چی؟ چه خیلی کارگاه نیست؟ وقتی که چیزهای در عدن نبوده را فروختم. چیزها را فروختی؟ یک لحظه. حیوان، چه خیلی فروختی؟ آخر آنها را به کم بغل ها ندادی؟ تو درباره کدام فروختن میگویی؟ بله دادم. به احتیاجمندان، به کم بغلان دادم. اما با پول ناچیز دادم برای خاطر پس نزدنی آنها. گویا که خرید و فروش شده باشد. یعنی بی پول داده چی غرورشان را پایمال میکردم؟ آنها را باید پس میزدم. تجهیزات کارگاه دوزندگی هم همین طور تقسیم شد. فاضل، با نرخ ارزان به یک شخصی احتیاجمند دادم. فکر کردم که این آنقدر اهمیت ندارد. تو چه هم میگویی فاضل؟ من با چه مهنت آن کارگاه را ساخته بودم. یک چند آدمان در آنجا کار کرده صاحب نان میشدند. بین حالا ما محتاجیم. چیکار میکنیم؟ بگو حالا چیکار میکنیم؟ کسی در را میزند. برآمدن نگاه نمیکنید؟ در این نیمه شب کی باشد؟ من از کجا دانم؟ درست بوده است. چه درست بوده است؟ خانه را با تو اجاره دادم، اما تو همه را جمع کرده ای. کی آمده می رود معلوم نیست. همسایه ها ناراحتند. این زن و عروس ها. های گوش کن، بیهوده گپ نزن. اینها عائله من هستند. فهمیده؟ جناب گوش کنید. ما اینجا نمیستیم، مهمونیم. پس از یک چند روز میرویم. باور کنید. من نمیدانم، اما با همسایه ها چی میگویم؟ گوش کن امک جان، تو گپ را نمیفهمی. مادرم چی گفت؟ در اینجا دائمی نمیستیم، مهمانیم، میرویم. همین خیلی نگفت؟ به خانه خودی تو مهمان نمیآید؟ امک، من خونه‌ات رو به اجاره گرفتم. اختیار در دست من است. از تو بپرسم که به خونه‌ام کی آید و کی رود. برادر، این خانه از اون من است. از برای خدا رو گم شو که حاضر میترکم. خیر امک، اکنون رو و بار دیگر به آگاهی ندارو. فهمیدی؟ رو
این با التماس از ما نرنج. اصلا شما نرنجید. من نمیدونستم که این طور میشود. با تو هم دردی سر شدیم. نه هیچ گپ نیست. خاطر نشوید. همش خوب است. ما باید خونه اجاره جستجو کنیم. زود باید خونه پیدا کرده بکوچیم. پول نداریم. درست نداریم. ولی من میوبم. نشود تلفنم رو میفروشم. به این هم یگان فایده ای ندارد. دیگر نمیخواهم که این انگشترین رو از انگشتت برانی. تلفنم رو میفروشم. به حرمت خدا سفسطه نگویید. تلفنتان رو نمیفروشید. حالا احوالمون آنقدر هم بد نیست. من پول مییابم. در کار باشد میروم، در ساختمان کار میکنم، عذاب میکشم، ولی شما رو به چیزی محتاج نمیگذارم. تو چه ها میگویی؟ چه ها میگویی؟ تو دانشگاه رو ختم کرده ای و مهندسی نساجی هستی. دیگر خیلی کار نخواهی کرد. درست گپ زن. من خود پول پیدا میکنم. غمگین نشو. فاضل، اگر شما نمی بودید من چطور مناسبت کردن رو نشان میدادم. اما این اعتبار ندیم. سفسطه میگوید. شاید مست باشد. گپای بیهوده میگوید. الو جناب فاضل. بله منم. روزی خوش. از مهمانخانه ایستاده‌تون زنگ میزنیم. دادرم من برای اون بقیه یا دیگر چیز به من زنگ نزنید نگفتم. شما رو نفهمیدم، ولی یک چند روز است که به حجرتون نمیوید. چیزهایتون در اونجاست. فهمو دادر، عصبی نشو. میتونم به نزدیکی میآیم. ولی دانید که مبلغ حجرتون هر روز زیاد میشود. برای روزی اول پرداخت کردید، اما چیزهایتون در درون است. ولی باز میآیم گفتید. من اون روز به تو پولهایم را نشان ندادم. تو حجره را نگاه دار. تو چی میخوایی من نمیفهمم. من به قلابان دروغگویان مانندی دارم. نه جناب نفهمیدید. من خیلی نگفتم. چی باز گفتنی هم بودی؟ کار دارم. در مدت یک دو روز حل کرده میآیم و حق حجره را پرداخت میکنم. خیر. چخیل پرداخت میکرده باشم؟ بار دیگر سلام. با تو آدم بر این گپ زده. نفهمیدی. پس بیا با تو مردانه صحبت میکنیم. برخیز. اینجا بیا. 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 چی در داری؟ الگانت پروداکشن و کلاب ایکسو تقدیم میکنند. بخشیده